چند پیشنهاد برای دهه آخر این ماه مبارک. هر شب حداقل 1 سومانی صدقه کن، زیرا اگر این صدقه کردت به شب قدر راست آید، مثل که 84 سال پی هم صدقه کرده ای. هر شب 2 رکعت نماز بخوان، زیرا اگر این نماز خواندت به شب قدر راست آید، مثل که 84 سال پی هم شب زنده داری کرده ای. هر شب 3 مرتبه سوره اخلاص را با صدق بخوان، زیرا اگر این به شب قدر راست آید، مثل که 84 سال پی هم قرآن را ختم کرده ای. همین طور می توانی دیگر عملهای خوب را در این معادله خیر بسنجی. از همه خوبش این را به دیگران برسان، زیرا دلالت کننده کار خیر را ثواب است مثل ثواب عمل کننده.